امروز میخوام راجع به بازاری صحبت کنم که برای سرمایه گذارها همیشه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته و به عنوان سپر تورمی شناخته میشه به طور سنتی. اون بازاری نیستش جز بازار طلا. رغم نقش سنتی طلا به عنوان سپر ضد تورمی، سال 2025 مقدار برای طلا متفاوت بود، به این صورت که بیشتر از اینکه سپر ضد تورمی و هدف سرمایه گذاری داشته باشه، هدفهای ژئوپلیتیک داشت خریدش، هدفهای سیاسی. یعنی در واقع بانک‌های مرکزی یه دلیل اصلی رشد طلا از ابتدای 2025 تا به الان چیزی حدود 40% رشد کرده و الان تو محدوده 3686 دلار برای هر اونس هستش. دلیل اصلی این رشد این هستش که بانک‌های مرکزی در واقع ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی سهم طلاشون به شدت رشد کرد، طوری که از اوراق خزانه آمریکا هم سبقت گرفت که از 1996 میلادی تا به الان چنین چیزی بی سابقه بوده که سهم طلا از اوراق خزانه آمریکا بیشتر بشه. از طرفی می‌بینیم که ETF صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا منظورم هستش، اینها ورودی سرمایه‌شون طی ماه آگوست که ماه قبل میشه از 5 میلیارد دلار هم سبقت گرفته، بیشتر شده حتی، که این رقم هم یه رقم بی سابقه هستش که از سال 2020 تا به الان چنین عددی طی ماهانه ما نداشتیم که ETF های مبتنی بر طلا چنین ورودی سرمایه‌ای داشته باشه. بخوایم مثلا دلایل رشد طلا و افت طلا، کلا دلایل حرکت طلا رو بررسی کنیم، چند تا آیتم هستش. ولی یه چیزی رو قبلش بگم، وقتی که طلا اینطوری حرکت میکنه، این خودش یعنی این که یه چیزای پشت پرده هستش. همیشه دلایل رشد طلا میتونه کاهش نرخ بهره واقعی باشه، چون طلا یه جورایی خب رقیب بازار بهره هستش. طلا خودش به خودی خود بهره نداره، ولی نرخ بهره اینطوری هستش که وقتی کم میشه در واقع طلا به بهره واقعی میاد واکنش نشون میده. بهره واقعی چی هستش؟ نرخ بهره اسمی منهای تورم میشه نرخ بهره واقعی. نرخ بهره اسمی یعنی مثلا به طور مثال اون نرخ بهره‌ای که بانک ها در حال حاضر میدن منهای تورم اون کشور میشه نرخ بهره واقعی اون کشور. وقتی نرخ بهره واقعی میاد پایین، در واقع تقاضای طلا طبیعتاً میره بالا چون رقیبش هست. یه چیز عجیب این هستش که امسال علیرغم اینکه تورم هم به اون نقطه هدف نرسیده تو بعضی کشورها، ولی نرخ بهره واقعی مثبت هستش. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها باید سرمایه ها رو به سمت خودشون بکشونن نسبت به طلا، ولی طلا همچنان علیرغم نرخ بهره واقعی مثبت تو دنیا همچنان امسال خیلی پرتقاضا ظاهر شده، که این نشون میده فقط دلایل سرمایه گذاری نداره رشد طلا و بیشتر دلایل ژئوپلیتیک و سیاسی هستش. علاوه بر اون نقره هم خیلی پرقدرت ظاهر شده امسال، ولی فرق نقره با طلا این هستش که طلا یا مصرفی هستش یا برای سرمایه گذاری هستش، عموماً تو این دو مورد کاربرد داره، ولی نقره صنعتی هستش تقاضاش عمدتاً، یعنی خیلی بیشتر از طلا صنعتی هستش. چرا؟ چون نقره برای مثلا پنل های خورشیدی استفاده میشه، یعنی هر پنل خورشیدی 15 تا 20 گرم نقره مصرف میکنه و دنیا داره به سمت انرژی های خورشیدی و انرژی های پاک میره و همه اینا یعنی در واقع سهم نقرهشون خیلی بالا هستش. پس طبیعی هستش که نقره هم تقاضاش داره بالا میره و قیمتش رشد کرده. از طرفی گفتم که طلا با نرخ بهره همچنین نقره البته اینا رابطه عکس دارن، یعنی هر وقت به طور تاریخی دیتاها رو که نگاه میکنیم از دهه 90 میلادی تا به امروز هر وقت بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو 25% کاهش داده،
باعث شده که قیمت طلا طی 60 روز به طور متوسط 6% رشد کنه و قیمت نقره 4% رشد کنه. این به این معنی نیستش که حالا لزوما این بار همین اتفاق میفته، ولی این خودش یه سیگنال مهمه برای تحلیل. و تحلیلگران بزرگ مالی مثل گلدمن ساکس پیش بینی میکنن که قیمت طلا تا انتهای سال 2025 به $3800 در هر اونس هم برسه. در واقع ولی خب یه چیزی هم که باید در نظر بگیریم، تقاضای طلا 40%ش تقاضای بخش جواهرات هستش که اتفاقا این بخش تقاضاش کاهشی بوده. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه در واقع طلا اینقدر قیمتش بالا رفته، مردم کمتر جواهرات میخرن و افوردبل نیستش به نوعی. با این حال تقاضای طلا همچنان بالا هستش و پیش بینی میشه که رشد داشته باشه. الان دیگه نکته به ذهنم نمیرسه به جز اینکه یه چیزی هم که یادم رفت بهتون بگم اینه که همونطور که میدونید از 17 سپتامبر در واقع همونطور که انتظارم میرفت، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو 25% کاهش داد و همونطور که گفتم وقتی که نرخ بهره کم میشه تقاضای طلا میره بالا و یه آیتم مهم تاثیرگذار روی طلا هستش و به طور موقت هم طلا بالا رفت ولی باز یه افتی کرد، به خاطر اینکه یه محرک دیگه رشد طلا مثلا افت شاخص دلار هستش. یعنی هر چقدر دلار تقویت بشه، قوی بشه، این به ضرر طلا هستش، اینم رقیبشه. و چون نرخ بهره آمریکا کم شد باعث شد که دلار تقویت بشه و اینم یه دلیل افت مقطعی نسبی طلا بود. با این حال تحلیلگران بزرگ پیش بینی می‌کنن که طلا همچنان پرتقاضا باشه، مگر اینکه بانک مرکزی آمریکا تصمیم بگیره که نرخ بهره رو بالا ببره که فعلا چنین چیزی انتظار نمیره. در کل اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، شاخص دلار، نرخ بهره، میزان خرید بانک‌های مرکزی که به دلایل سیاسی و دلایل ژئوپلیتیک خیلی وقتا میزان خرید و فروش مثلا بانک‌های مرکزی در مورد طلا، آیتم‌های اصلی تاثیرگذار روی طلا هستن که باید رصد بشن. همینطور ETF‌های طلا رو هم رصد کنید برای برآوردتون نسبت به طلا در آینده. همونطور که گفتم ETF-های طلای جهانی خیلی مثلا الان ورود سرمایه داشتن. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. توی کامنت ها نظرتون رو بگید راجع به اینکه مثلا اگه نکته‌ای رو جا انداختم و یا اینکه نظر خودتون راجع به طلا چی هستش، نظر شخصی خودتون این هستش که طلا آیا 3800 و $3900 رو تا آخر 2025 میبینه و یا اینکه افت میکنه. با تشکر.